سبربانک بزرگترین بانک روسیه و تمام پانوی شوروی سابق اعلان داده است که در مسکو نفرانی را به زبانهای تاجیکی، ازبکی و قرغیزی در سطح بعد و بلد باشند، یعنی به این زبانها راحت فکر خود را بیان و صحبت کردن تواند و کار میگیرد. تجربه کار و معلومات مخصوص بجز از معلومات میانه طلب کرده نمی شود. از داوطلبان تنها خواسته شده است که باید مهربان باشند، به دیگران کمک کنند، با همه زبان یافتن توانند، از صبح تا شام سر پا ایستاده کار کردن توانند و با پلنشت و سمارتفون کار کرده توانند. معاش این مشاوران بیش از اندازه 67,000 روبل بوده. سبربانک همچون به آنها مکافات، رشد کریره، سوغورته طبی که خدمت رسانی دکتران دندان در بهترین بیمارستان‌های مسکو را در بر میگیرد وعده داده است. کارمندان همچنین میتوانند توسط وبینار و ترینینگ ها و تحصیل در دانشگاه‌های کارپراتیوی سبر معلومات خود را تکمیل دهند. هنگام تولد کودک و در وضعیت مشکل زندگی از این کارخانه کمک مالیوی دریافت کنند، به قرض و برنامه‌های با امتیاز نفقه دسترسی پیدا کنند. وظیفه‌های مشاور در اعلان چنین بیان شده است: بفهمد که مشتری برای چه کاری به بانک آمده است و او را به نزد متخصص ضروری بفرستد. درباره برتری خدمت رسانی‌ها و محصولات سبر به مشتریان نقل کند. به مشتریان طرز استفاده از خدمات اینترنتی و محصولات سبر را یاد دهد. برای سپاریدن حجت‌هایشان به داوطلبان لازم است که خود را در سامانه این بانک ثبت نام کنند. سبربانک قبلا برای جلب مشتریان از بین مهاجران کاری تبلیغات خود را به زبان‌های تاجیکی، ازبکی و قرغیزی برآورده بود. استخدام کارگرانی که این زبان‌ها را بدانند ظاهراً بیانگر تلاش‌های نو این بانک بزرگ برای تحکیم جای پایش در بین مهاجران کاری است که هر سال از آسیای مرکزی برای مردکاری به روسیه می‌آیند. به حساب وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه اول سال 2021 3.4 میلیون شهروند ازبکستان، 2 میلیون شهروند تاجیکستان و 751,000 از قرغیزستان در مجموع بیش از 6 میلیون نفر تنها از این سه کشور مهاجرفرست آسیای مرکزی خود را در اداره‌های مهاجرتی روسیه ثبت نام کردند. بیش از 5.2 میلیون نفر آنها در سندهای خود ذکر کردند که به روسیه نه برای تماشا یا سیاحت بلکه به جستجوی کار آمدند. به اعلان سبربانک برای جستجوی کارگر کامسомольская правда توجه کرده است. همصحبتان نشریه اظهار اطمینان کردند که این اعلان در بین مهاجران داوطلبان زیاد پیدا خواهد کرد. البته برای مهاجران کار کردن در یک شرکت بزرگ و نشستن در آفیس راحت تر است، چون که شرکت‌های بزرگ معمولاً قانون کاری را رعایت می‌کنند، ولی این مهاجران را از تجارت خرد و میانه کنده می‌کند، گفته است به کامسомольская правда نایب سابق پرزیدنت سبربانک روسیه اوید به رشد تجارت خرد سرگئی بوریسوف. واسیلی سلاتکوف مدیر پژوهشگاه بانک در مکتب عالی اقتصادی میگوید استخدام کارمندان به زبان‌های مهاجران بلد یگان جای حیرت ندارد. مهاجرانی که از آسیای مرکزی میآیند روسی را خوب نمیدانند. کارمندان بانک‌های روسیه باشد ازبکی یا قرغیزی را تماما نمیدانند و از این رو کسی به مشتریان احتمالی فهمانده نمیتوانست که چگونه از این یا آن محصولات بانکی استفاده برند. به عقیده او یک عرصه اساسی کار برای این مشاوران به مهاجران فهماندن امکانیت‌های ارسال پول به زادگاهشان توسط سبربانک است. این در واقع یک بازار بزرگ است. سال 2020 از روسیه به کشورهای اسنگ 11 میلیارد دلار فرستادند و از این مبلغ 8 میلیاردش به ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان، سه کشور صادرکننده اساسی نیروی کاری از آسیای مرکزی به بازار کاری روسیه رفته است. سبر میخواهد همین عرصه را به دست خود بگیرد. خلاصه کرده سلاتکوف، به عقیده او به دنبال سبر بانک‌های دیگر روسیه نیز تلاش خواهند کرد تا کارمندان را به کار بگیرند که با مهاجران با زبان خودشان آزاد و راحت صحبت کرده تواند.